بینندگان عزیز، عین حال فرصت آن رسیده است که پیشنهاد شما نماییم بخش بی‌صدا رو. یعنی در این بخش ما سرودهای مشهور تاجیکی رو که طریق بی‌صدااند پیشنهاد می نماییم در مانیتور و به هر یک اشتراکچی پیشنهاد می گردد دو سرودی. شما باید از اشاره لب‌ها از جریان کلیپ معلوم نمایید که این کدام سرود است. من میدونم. سرود اول پیشنهاد می گردد به بانو فرزانه. تریو. دیرو چی بود؟ کدوم سرود بودند؟ فریدون کمک کنید؟ در این بخش عموما کمک کرده نمیشه. من هندوستان رفتن میخوام. کمک نمیکنم. شما فریدونشاه میدونید این کدام سرود است؟ من میدونم و کمک نمیکنم. کم ترک. انمیز. من استاد رو گوش میکنم بیاد. 20 ثانیه برای اندیشه نمودن فرصت دارید. چهار، 3، 2، 1. ثانیه ها با انجام رسیدن. می توانید پیشنهاد نمایید جواب را. شما جواب ندارید فرزانه. از کارگردان خواهش می نماییم که وریانتی آوازداری سرود رو پیشنهاد نمایند. شخصا همین سرود رو من کم گوش میکنم. من دیگر یک کبدگی خودشون رو گوش میکنم. آدیلا دیلا دیله آدیلا دیله آدیله آدیلا دیلا دیل. سرود دیگر پیشنهاد میگردد در بخش بی‌صدا با فریدونشاه. انا کوبت فریدون. من میدونم. چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم، چی دیدم و چی دیدم. سرود کرامت لا. ایواز نمیکنید وریانت رو، شاید دیگر سرود باشه. می توانید دقت حاضر وقت دارید. میروم باید خیر با دلی پر آتش. عموما گوش میکنید؟ نه همین باید همین نیسته. میروم شاید دو سروده که پیشنهاد نمودید بسیار نزدیک است و یکی از آنها جواب درست نیست هست. ثانیه ها می روند. یافتم. کدام؟ چی دیدم و چی دیدم هرچند که دویدم. ایواز نمیکنید؟ نه. استواره در جواب؟ استوارم هندوستان رقیم. از کارگردان خواهش می نماییم که وریانت صدادار رو پیشنهاد نمایند. چی دیدم و چی دیدم عشقی دویدم از چشمه وفایش آمیزم و ندیدم از چشمه وفایش آمیزم و ندیدم در شب آفرین. حساب 5-2. فریدون شما 5 است؟ من سخت هندوستان رقیم یک کورسی همین درسی سیتار میگم رم اونجا بخونم حساب شهنواز. باشد. از کارگردان خواهش می نمایم که وریانت دیگر رو پیشنهاد نمایند با فرزانه بانو. استاد با فرزندشان. به اشاره لب‌های سراینده دقت دهید. هندوستان میخوام رفتم. حتی کمک نمیکنه. تاجیکستان. اگر همون رقص تماشا کنه شاید بفهمه کدام سودای کدام ریتمای. تاجیکستان.
аллакай 15 сония монд. میخوای یاردم کنی؟ رقصی حسابی رقصه ها رو حساب کنه. اوخی سونیا ها به انجام رسیدند. میتوانید جواب رو پیشنهاد کنید فرزانه بانو. شاید سرودی باشد هر جا که کنم خانه. از کارگردان آواز خواهش می نماییم که وریانت صدادار سرود رو پیشنهاد نمایم تا ما باوری حاصل کنیم که فرزانه بانو پیدا کردن جواب درست را یا نه. محجور از او تا همجر همی را گوش کردم. من ده حتی گفتم که حسابی رقص رو نگه کن. اوخی من بچه شونه ندان سبب میاد روی میخونه. نک امکانیت پیدا کردن سرود با فریدونشاه داده می شود. فریدون دوزی شما آسان موندگی یعنی نه من میدونم. دیدی فریدون چند قبوز تماشا نمیکنی این خاطره. شناختید که در کادر کیست؟ با دور نعمتوف و مقدس نبی بود. مقدس نبی. اگر مورا گریم. و نزدیکی در برنامه موندگار که در باره ایجاد حیات و ایجادیات مقدس نبی بود همین سرود پخش شده بود. یاردم نکنید. سونیا ها الکی رفتند. کمک نکنید. من میدونم. اندیشه کنید. خیلی سرودایی را ما میدونستیم از فرزانه از من رو میدونم. خیلی بگید. از وقت استفاده بردن میخواهید؟ نه خیلی. از کارگردان خواهش می نمایم که وریانت صدادار رو پیشنهاد نمایند. شب خیر. من نمیدونستم که سرود کسا خوندگیان. در نوبت اول این سرود دو کسی سرایده شده بود. سرودی دوست داشته هر یک هنرمند. شب خیر. شب بخیر همزمین و شب بخیر. من گفتم من میدونم فردون. این سرود بیشتر و پیشتر از همه شریک و شادی تمام سرو شادی های مردم تاجیک است. بله بله. یعنی در این بخش حساب است 5-2 با منفیت فریدونشاه. از فرصت مناسب استفاده برده باز هم خواهش من و خواهش تماشابینان تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز این است که شما یک سرودی دیگر رو به طریق زنده پیشنهاد ما نمایید و ما گذاریم به یکی از بخش‌های جالب‌ترین برنامه که عنوان گرفته است اشاره. دل را نگاهی گرمی تو دیوانه میکنه. دل را نگاهی گرمی تو دیوانه میکنه. آینه را روخ تو پریخانه میکنه. آینه را روخ تو پریخانه میکنه. دل را نگاهی گرمی تو دیوانه میکنه. دل را نگاهی گرمی تو دیوانه میکنه. هر سال بهاران است گل غنچه فراوان است. تنها توی کم دیدار جانم به تو پزمان است. گل دستم چین امروز با من بنشین امروز. با من بنشین امروز. گل دستم چین امروز با من بنشین امروز. با من بنشین امروز. بگذار همه ما هر بار یک جوی بنشینیم. تشکر زیاد. آغاز می‌گردد بخش جالب‌ترین و سرتماشابین‌ترین برنامه شومی شهنواز اشاره. شرط این برنامه این گونه است: یک نفر اشتراکچی گوشمانک در گوش که در آن صدای عموما موسیقی دیگر است باید پیدا نماید از روی انمون مصرع‌های پیشنهاد گردیده که این کدام سرود است.
بله نفر دیگر با اشاره لب‌ها با اشاره دست باید به همدیگرشان فهمانند که این کدام سرود است. برای باز هم جالب‌تر کردن برنامه و به خاطر تأمین نمودن جالبیت برنامه مصرع‌ها نه از اول به آخر بلکه از انجام به آغاز باید پیدا کرده شوند. اگر شما مسافه معین شده رو عبور نمایید و یا دست را به گوشمانک برید مغلوب حسابیده می شوید. شناس هستید؟ آماده هستید؟ خوش آغاز میکنیم. فریدون به خاطر تأمین جالبیت برنامه دستگاه پخش موسیقی در دست من می ایستد. بیاید یک بار دیگر آمیخته میکنیم چون تماشابینان ما باوری حاصل کنند که این بخش ما نهایت شفاف است و به هیچ وجه فریدون عینی حال نمیداند که در اینجا ما کدام مصرع را آغاز پیدا میکنیم. بیایید فریدون ما رو میشنوید؟ چی میگوییم ما؟ ما برای خاطر سنجیدن شما گفتیم. کدام مصرع است؟ شرای خاطره ما درینای زندگی درینای در درینا دیگر همو در درینا ما درینا درتر درتر درینا نه نیا درینا ما درینا دوستای جورای درینا یا جویا دوست درینا دیگر درینا ایم چند سال جورای درینا یک کلمه را گفته است. بله یک کلمه. اما کلمه را استا اشاره کن. درینا دوستای درینا ما در دیگر جا نه درینا بچ خلفه بونمش با اشاره میتونید حرفا نه هم جای خبازم گرم رفته شد. هم درینا ما درینا درتر انا میره انا مینه که درینا نیفتستم عذاب کشیدستم. با کلمه دیگر گذاریم. ما درتر برمیگردیم. درینا آخی درینا با صدای بلندتر میتونید گید. درینا ما درینا ها زی عشقی عشق خاطره ها در یادت میستگو خاطره ها نگاه خاطره ها شراره کدام مصرع است؟ شراره خاطره ها نه بهت بخش قین است برای ما. شخصا من بیاید به مصرع دیگر میگذاریم. عشقی نه من از مرا ترانه دل منی مرو از من تو نور منزل منی مرو از من از مرو دست را به گوشمانک برده. نه من بخشش حساب نیست. به مصرع دیگر میگذاریم. دیگر شگیرد دیگه چه گیرم؟ ها میموند جو خرسان نیست شامی و راه راه میموند
میموند میموند جو جو با جو 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 ج او ج جو او جو با ب ا با با ب ا با ما با با رو 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 میگذرد 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 کاروان 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 میگذرد راه بجا میموند دشوارش چند گیرم تا زندگی با مهربانان مهربان است 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 استه ا س است مهربان مهربان مهربانان 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 با ما با زندگی زندگی اکنون نوبت رو میدهیم در با حقیقت فرزانه بانو. بخش جالب و بخش مشکل خدا دارد فریدون اکنون رسید نوبتی فرزانه بانو. فریدون میتونید انتخاب کنید ما کلمه از اولش میگیم که از آخرش از آخرش. رئیس و خدمت چیزی اختیار بودم بعد میگم ها دانه 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 بلند گفت ما بلند از ما نوشنی در بلند از دانه ها دانه نه دانه آخی دانه. دانه را فهمیدم بود دانه 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 میریزد میریزد خانه 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 بامی 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 خانه زی دیل زی 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 چک 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 کدومی سر است؟ شب بخیر ایم نشینان شب بخیر. خیر 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 خی با خیبه شب 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 همنشینان همنشینان خیر به شب همنشینان ای ای خیر خیر نه این دستوش هم دستش. نه نه قبیده بخیمونه نه اکنون نه میسره با میسره دیگر میگذاریم. دادند دادند دادن دادند دادند جو جا خود کی خود خون خود خون خود خود دادم دادند دادن جا خود دیلی دیل دیل دیلی دیل دیلی دیل دیلی دیلی در 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 فلک 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 کی میتونید با حرف اشاره کنید. کی کی اختران رو اختران رو اختران را بیاید با میسره دیگر با میسره اخیر میگذاریم. دادم دیل اختران را ایشی چی ندارم کدام میسره است؟ خوشتر از تو کسی را ندیدم در تمام روی دنیا 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 روی من را باید قغم بکنم ما هندوستان رفتنیم روی
دنیا هوی روی روی خون روی هوی روی توی روی 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 بگو آخی تمامی تمامی ما دیکسای ما خشو ترکه ندیدم ندیدم کسی را چی؟ کسی را کسی را اسکران کسی را چی؟ کسی را کسی را کسی را در دنیا کسی را رادیو کسی را کسی را کسی را کسی را عهد و یار کسی را کسی را در دنیا ندم کسی را نفهمیدم یه بار خشو بفهمم بنویس کسی را کسی را کک کسی را کک که سه کسی را کسی را یفتم تو تو از از کسی را تو از خوشروتر 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 خوشروات خوشروتر خوشروتر یفتم ها تمام بینندگان عزیز به انجام رسید بخش اشاره و چطوری که دیدیم در این بخش بله هر دو هم فعال بودند ولی باید اقرار شویم که شاید از اون سببی که دیکسیای فریدونشاه نقص‌تر بود فرزانه بیشتر توانستن که آسان‌تر پیدا نمایند. ذهنم تیز ما برابر بودیم از روی حساب یک خطا فرزانه داشتن دست بر نوشته بودن هر دو هم یک خطایی داشتن و به هر دو هم 3 خالی پیشنهاد کرده می شوند. من 8 دانه این کسا 5. بله. من به هندوستان سفر میکنم با تشبوسی برنامه شومی شهنواز. اگر به هندوستان روید اول از کجا دیدن کردن میخواستید؟ از تاج محل. شما باره از هندوستان دیدن نمودید فرزانه؟ نه. یعنی برای هر دو هم تجربه اول خواهد بود؟ بله. من رفتگیم به هندوستان. خیلی که باشد بیایید. من روم. این خیلی که باشد. شاید فرزانه شوهرش نموند. من میرم. من همسرم میموند. شاید راحت برای 2 نفر است. میتوانند با اهل اویده روند. فریدون من با اهل اویده روم. اگر شما یک بار دیده نموده باشید شاید می شود که به یک بانو دهید امکانیتی. من باری که رفته بودم خیلی من جوان بودم همون لذتی هندوستان را او قدر درک کرده بار دیگر میخواید رویده؟ در همین سن سال میخوام هندوستان روم. عموما اکنون که سخن درباره سفرها رفت میخواستم دانم که در نقشه بر سفر کردن به کدام دولت ها هست و چگونه شما میخواهید که بیرون از تاجیکستان فرهنگ ما رو صنعتی ما رو معرفی؟ اولا خواهش ما و مقصد مرام من همین است که بر دولت دوستی ما نزدیکترین ما میخوام اولا به ازبکستان رفته یک کنسرت برای مردم در بخارا در سمرقند در خود شهر تشکیل میخوام هم کنسرت بکنیم با مردم. تشکر. شما چی فرزانه بودید؟ من هم میخوام با شهرهای دیگر برای کنسرت و برای کلیپ هایم را آماده کردن روم. باید روم. تشکر زیاد. عموما قبول شما از تمام ژانرهایی که در دایره صنعت هست چگونه است؟ بیشتر کدام ژانر رو میپسندید و کدام ژانر به شما کمتر پسند است؟ ژانری که من زیادتر انتخاب کردم این ژانر خلقی است. اصلا سرودای من زیادتر خلقی میگوشم و استرادی هم من سرود زیاد دارم. من علاقه بین خلقی و استراد هم میباشد سرودای من و همه ژانر هر یک ژانر یک خاص یک شیرینی خود رو دارد. همه ژانر قریب به من معقول است. مثلا در ایام جوانی در ایام خردی مثلا من عموما شش مقام گوش نمیکردم. امروز باشد شش مقام گوش میکنم بعد خواب میرم. تشکر زیاد.
пас жанре ки камтар меписандед кадом аст? ҳар як жанр шунавандаи хича дора. жанре ки ба ман писанд нест ва узр мепурсам аз ӯ ҳунармандое ки ба ҳамин жанр истифода мекунанд. ин реп мебошад. ҳамин реп аз як бурга узр мепурсам аз репхоно, репсароё ба ман маъқул нест. ба ман бештар жанри халқӣ маъқул аст. аз нуқтаи назари шумо жанре ки иҷроишаш душвортар аст кадом жанр аст? шашмақом. шашмақом. дуруст. бале, яъне душвортарин жанр барои шумо аз ҷиҳати иҷро яъне шашмақом аст ва жанре ки камтар меписандад Фаридуншох ин реп. манзурам аз ин суолро додан низ танҳо огаҳ шудан аз оне нест ки шумо кадом жанрро меписандед ё не. мехостам ки боз як бахши дигарро ворид созем ба барнома, бахши ҷадидро ва он ҳам як суруди машҳури тоҷикиро дар доираи анҳамин жанрҳое ки дар назари шумо душвортар аст ва нописандтарак аст сароед. кадом сурудро интихоб мекунем? ман мехоҳам ки ин суруди чину чин бошад. ҳой чархо фалако маро ба чарх овардӣ, кулобӣ будам маро ба балх овардӣ, кулобӣ будам оби ширин мехӯрдам, саргашта маро ба оби талх овардӣ, чину 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 чин суфи ту пар чину чин. ой чархо фалак идома медиҳем. чархо фалаке маро шашмақом ба Фарзонаи Файз хеле мушкилӣ дорад. аҳсан мехонам ба он шахсоне ки ба он устодоне ки беҳад иҷро мекунанд. бале, яке аз вазифаҳои асосӣ вақте ки рӯ меорӣ ба санъат ин интихоби имиҷ аст. услуби ба худ хос аст. умуман ба интихоби услуби шумо чӣ замина гузошт? пайравӣ бештар ба нигнароб ва баъдан ба нуқра раҳмат ва муқаддас набӣ ва дӯст медорам ин шахсоро. мехоҳам чунонҳо бошам. агар пурсем услуби иҷроишро аз Фаридуншох бештар монанд аст ба Зикриолло Ҳакимов. устодам ин ягон ҷои шак шубҳа надорад, ин ошкор аст. чаро маҳз услуби Зикриолло Ҳакимовро интихоб кардем? чунки устоди ман аст Зикриолло Ҳакимов ва мо бо фазои сурудҳои Зикриолло Ҳакимов меҳри мо пайдо шид ба суруд хондан, ба мусиқӣ. саволо бисёр мешавад ки шумо чӣ мешавем ба Зикриолло Ҳакимов? фақат саволо бисёр буданд. ҳатто лаҳзае буданд ки як апа дар то гуфтанд ки додарҷон як чӣ пурсам мумкин аст? гуфтам ки ман шогирдиш мешавам, ҳеч чӣ намешавам. ҳайрат намудам, ай шумо чӣ хел фаҳмидед ки ман ҳамин савола метавонам? мегузорем ба бахши дигari барнома, ба бахши охирон ки унвон гирифтааст пайдо кун. дар ин бахш ба ҳар дуи иштирокчӣ ба таври баробар мисраҳои суруд пешниҳод карда мешаванд, мисраҳои машҳури сурудҳои тоҷикӣ ки қисмат пора карда шудаанд. шумо дар фурсати муайян бояд, яъне дар муддати 3 дақиқа бояд ҳарчи бештари анамун сурудҳоро, мисраҳоро ба ҳам оред. иштирокчиёни азиз омода ҳастед? бале. оғоз мекунем. шумо 3 дақиқа вақт дар фурсат доред. сос кунем? бале. не намонед. хушагон мисраро пайдо кардед? тани я дием хатошон ҳам ҳастанд? не, фақат як мисра. фақат як мисра? бале. чанд мисра пайдо кардед? бояд ёдовар шуд ки ҳар як мисраи пайдо карда як хол аст. дарди дил хиштанро ман худо ба чашми хиштан дидам ки бар суроғи меравам. намебошад? тифли гирьянам калон шав
بارانی سیریش انار یک دانه بله میره انار یک دانه بیبی سنم جانه انار یک دانه سوی مادر جان میگیره من خود در خیشتن دیدم که جان میرود درست می؟ دیدم که جانم میرود انه جانم میرود بر سراغ میرود میبرد بر وطنم خیش دیدم سوی ماه خیش دیدم که جانم میرود من خود را با چشم خیش دیدم که جانم میرود مصرع پیدا کرده؟ باران سیریش میبرد بر وطنم میتواند مصرع های خالی را به خاطر آسان شدن کارتان داخل این بر اندازه سراغ میرود جان میرود اینجا خالی هم زیاد دستی هم یکی از شرط های بازی میباشد بله هم به خاطر دشوار کردن کار شماست نه من 4 تلکه یافتم درد دل را برایت هی باد نه حالا که 2 دقیقه گذشت هم وقتی معین ده بعد بگین ما انجام میکنیم برگی روی من اسیرت درد دل من را اسیرت من اسیر ریسپوبلیکای من فلکه این روزی من یافتم مرا به چرخ آوردی شاید از این کلمه های کوتاه هم استفاده بره این خیلی هست این مصرع هم خالی است دیدم اگر زی محبت باید من برای گرفتن مصرع های خالی به شما کمک کنم میروم از کوهی بیننده خیال نکنه که شما با من کمک دارید 5 ثانیه دیگر وقت موند 4 3 2 1 وقت به انجام رسید بله از کی آغاز کنیم سنجیدن را باید از فریدون آغاز کنیم بله فریدون پیدا نمودند 1 2 3 4 5 6 مصرع رو تماشا بینان عزیز بیاید نگاه میکنیم که این مصرع ها رو درست پیدا کردند و یا نه در لب آب نازنین یار مهی بیداره شب مهتاب نیست شما باید انا این شب مهتاب شما ذکر گفتین نه من عموما نزدیک نشدم فریدون من عموما نزدیک نشدم نه شما خیلی وای کرده بدر یکم هم افتاد دل من ز غصه پر شد چی چوره جو باید جگرم 1000 پاره باشد نیست جگرم 1000 پاره فریدون من برد کردم این 1000 پاره درست 1000 پاره جگرم انا جگرم نمونده است جگرم 1000 پاره این مصرع درست خیلی معنی لب این هادن و از شور دل لرزیدن درست اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید درست ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا از 6 مصرع پیدا کرده فریدون تنها 5 مصرعش درست است تماشا بینان عزیز بگذاریم با فرزانه بانو فرزانه بانو 1 2 3 4 5 6 7 مصرع دیگر پیدا نمودند 7 مصرع رو پیدا نمودند بیایید تماشا بینان عزیز بیایید میبینیم کنی فرزانه درست پیدا کردند یا نه چرخ و فلک مرا به چرخ آوردی درست سوی ما بر سراغت میروی جان میروی بله باران سیریشک میبرد بر وطنم درست من به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود درست بیبی سنم جان انار یک دانه درست تفلی گریانم کلام درست شب ندیدم تو را ستاره من آفرین 5 بر 7 بینندگان عزیز در همین جا تمام بخش های شو برنامه شومی شهنواز به انجام رسیدند و موافق خلاصه براری از روی حسابی تمام بخش های در برنامه پیشنهاد گردیده با حسابی 13 بر 12 غالبیت به جانب فریدونشاه ابراهیمزاده. بینندگان عزیز من به هندوستان می روم
و با سرودهای تر و تازه به نظر شما میگردم. بله چطوره که بینندگان عزیز ما در اول برنامه وعده دادیم نفری که در برنامه ما غالب می آید صاحب میگردد برای خود به کشور افسانوی هندوستان که در آنجا یک ماه میتواند استراحت کند. برای این باید تنها غالب برنامه پس از انجام برنامه به شرکت سیاحی رفته مبلغ راحت را در آنجا سپرند و راحت است در حقیقت برنامه شما جالب بود است. من از اول برنامه فقط انتظار کشیدم که کی به هندوستان میرود. خودم سپورم من میدونم کجا روم. فرزانه جان شما خودتون رفته میگیرید. این برای یک هزل بوده. این هم هزل بود هم برای یک تکانی جدی بود برای رقابت رو به وجود آوردن. ما در حیرت موندم که با فریدون سوال میده سیتکن هست ما در حیرت موندم که برنامه شما سپانسرش کی باشد حتی برای یک برنامه اینقدر سپانسر دلکشاد این دوستان میره. ما در وعده خود استواریم شما فقط مبلغ رو سپرید میتونید در حقیقت برنامه جالب هم از جهت بخش‌های عجایب دارد از جهت سخنان را یافتن وقتی که با گوشپوش سرود در گوش رفته ایستاده است سرودهای رقصی و جذاب در اینجا با اشارات در حقیقت ایده های خوب همین برنامه جالب. تشکر از شما نیز که فرصت خود را وقتی خود را دریغ نداشته آمدید و یک شام خود را گرد خانه تماشابینان عزیز تلویزیونی شهنواز در برنامه شومی شهنواز گذراندید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز اینجا با محدودیت امکان برای این بار رسیدیم به فرجام برنامه نوبتی شومی شهنواز. هر هفته روزهای شنبه درست ساعت 21 ما را در تلویزیون شهنواز انتظار باشید. خیر تا دیداری نوبتی. خیر.